یک سوال دیگر داشتم نسبت همون پارلمانی که ما الان داریم. بله. از 60 نفر پارلمان. برادر محمد جان این سوال من دادم، فکر کنم خودت اول برنامه رو تماشا نکردید، یعنی نیاز به این سوال من دادم، بعد میتونید دوباره تماشاش کنید چون تکراری نشه. منظور من سوال دیگر است، من تماشا داشتم. سوال من به دیگر طریق است، یعنی از 60 نفر تعداد پارلمانی که ما داریم 59 نفرش تعدادش والله اعلم یعنی عمو تگمچه رازگی را انتخاب کردن. خب در صورتی که این همین گونه همین پارلمان الان که مثلا همین کار را کردن، اینها هم در حالت کر قرار دارن و یا اینکه نه ما چگونه اینها را وصف کنیم با اینها، چخیل رابطه کنیم، چگونه با اینا معامله کنیم و مثلا نسبت اونها همین حالت کر شب پرسن بدم. طبعا ما برای یک نفر که مغایر با حکم صریح اسلام عمل میکنه چند حالت داریم. استحلال بهش گفته میشه، استحلال احکام الهی، یا اگر در حالت اضطرار هست که مثل عمار بن یاسر، خب حکم کفر کافر کلمه کفر گفت اما حکم کفر بر ایشون صادر نشد. یا حالت توجیه و اجتهاد داره، توجیه داره که البته در این مسئله توجیه و اجتهاد نیست. یا اون که میگه نه من حکم را حلال نمی کنم به هر دلیلی. حالا برای اینکه ما مسئله کفر، تکفیر مردم، تکفیر اهل قبله بعینه یک مسئله خطرناکی است و چقدر بلاهای خلق شد خودتون دیدید دیگه. گروهی به نام داعش آمدن و مردم را کافر تکفیر کردن و هر کسی که اونها را تکفیر نمی کرد اونها را هم کافر کردن و گفتن قتال با مرتدین و کافرین هم جایز است و هی رفت و فتنه بزرگی به راه خواست. ما چی میگیم؟ ما میگیم که ما به صراحت میگیم که اگر حکم شرعی در مورد فرد بعینه‌ای نمیگیم، اگر کسی حکم شریعت را استحلال کرده باشه و این را از رضای خاطر و از طیب نفس گفته باشه که بایستی حجاب برداشته بشه، این انسان کافر هست، چون حکم اسلام صریح است. کسی بگه من این حکم قرآن را قبول ندارم مسلمان نیست. حالا اگر چون نمیتونیم بگیم این انسان فلانی این کافر هست، نمیشه. چرا؟ چون من از قلب او خبر ندارم، نمیدانم برای چی این با این قانون ازش انجام، برای چی. شاید تهدید شده بهش گفتن که اگر تو این قانون تصویب نکنی ما شبانه تو رو میکشیم، حکم قتل بهش داده باشن مثلا. خب این از نظر شریعت مثل عمار بن یاسر که کلمه کفر گفت چیز نشد. حالا میمونه مسئله علما، چون مسئله علما اینجا هست که ببخشید من یک اپوینتمنت موعد دیگری دارم باید برم. مسئله علما یه چیز دیگری هست که علما حق ندارن که حکم به غیر ما انزل الله رو تایید بکنن. و لحاظ احمد بن حنبل رحمت الله علیه وقتی که قول به خلق قرآن صادر شد، احمد بن حنبل زیر این قول نرفت، گفت من میترسم، گفت و در زندان و شلاق خورد و این حکم را قبول نکرد. عالم در شرایط فعلی بهتره که این تایید نکنه، چون برای یک عالم اگر تایید کرد سبب میشه که مردم فکر کنن پس این قانون اسلام برداشته شده. دیگه از استاد اقام نتیم خیلی یک ساعت چند دقیقه میشه در پخش مستقیم با ما هستن. تشکر استاد عزیز، خیلی لطف کردین در برنامه ما اشتراک کردیم. ما خیلی خوشحال هستیم که شما رو در کنار خود امروز داشتیم. صحبت خوب و مفاد از صحبت‌های شما گرفتیم. امیدواریم که این تأثیری بگذارد به جامعه خوابیده ما که صفا زیاد شود و یک دیگرگونی در جامعه و میون ان شاء الله. دعای خیر و این سوشال مدیا و این فضای مجازی رو دست کم نگیرید. احادیث، فضائل صحابه، فداکاری اصحاب رسول الله را زیاد برای مردم بازگو کنید ان شاء الله. آخر سخن اگر چه گفتنی باشه آقای هاشمی و برادران ما و دوستان و هموطنان ما و مردم تاجیکستان در عموم بفرمایید و دیگر خداحافظی کنید ان شاء الله. حرف خاصی ندارم، فقط میتونم این بگم که شما مردم تاجیکستان، شما فرزندان اصحاب رسول الله هستید که در اونجا رفتن برای نصرت اسلام.
شما فرزندان علمای اسلامی هستید که در تاجیکستان بزرگ شدن، اونجا رشد یافتن. شما مردم تاجیکستان کسانی هستید که 70 سال استالین و لنین و غیر ذالک نتونست اسلام را اونجا از بین ببره، چنان مقاومت کردید که اونها از بین رفتن و اسلام دوباره سر بالا آورد. شما با شجاعت و اقتدار و غیرت و همت خود به همه درس بدهید شما همه ما مأموران الله باشیم، اونها مأموران درهم و دینار و پول هستند و ما مأموران الله باشیم. کلمت الله و کلمت الله هی العلیا و کلمت الذین کفروا هی السفلی. ما پرچمدار پرچم الله باشیم و با دست قوی و محکم نگه داریم و مثل کوه فولادین کسی نتونه ما را از پای در بیاره و از آرمان الهی دست نکشیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تشکر زنده زیاد. باشن. با ما استاد بزرگوار دعوتگر مشهور ایران زمین استاد سعید اخیل هاشمی. زنده باشن. تشکر استاد. ممنون. همچنین شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. سلام علیکم.